سلام سلام سلام، احوال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خدا رو شکر. همچنان مسعود هستم از کارماش تیوی در خدمتتونم. امروز اومدم با یه ویدیو در مورد بدترین سفری که من و سحربانو رفتیم. بدترین، حالا شاید فکر کنید مثلا خب یه هتلش خوب نبوده، شهر کشورش خوب نبوده، یه چیز اشتباهی انتخاب کرده بودیم. نه، داستان اینجوری نیست. داستان از این قراره که ببینید چندین تا چیز دست به دست همدیگه داد تا این سفر خوب از آب در نیاد. از این که آدم مثلا زلزله بیاد داخل شهری که رفته مسافرت، مریض بشه، حتی بخوای بری یه غذایی بخوری، چه میدونم یه چیزی بگیری بخوری و با اون چیزایی که توی افکار توه کیلومترها فاصله داشته باشه. تا نبینین متوجه نمیشین من چی میگم. بریم به ویدیو رو ببینیم و بیایم. فقط قبل از که بریم ویدیو رو ببینین، اگه که کانال ما رو تا حالا سابسکرایب نکردین لطفا حتما سابسکرایب بکنید، از ما حمایت بکنید، لایک، کامنت، اینا یادتون نره. بزن بریم. ساعت 6 صبح خواب بودیم، یهویی من سحر بیدار شدیم. اون به من میگه تخت و تکون نده، من به اون میگم تخت و تکون نده. بعد فهمیدیم که زلزله اومده. الان اومدیم تو لابی و هتل نشستیم. فکر کنم فقط من و سحر متوجه شدیم که زلزله اومدیم از اون لابی منو پرسیدیم، تو ریسپشن گفتش آره زلزله اومده. الان تقریبا یه 15 دقیقه 20 دقیقه است که اینجا نشستیم، ببینیم چی میشه دیگه. هیچکی به غیر از من و سحر فکر کنم متوجه. چرا یه نفر دیگه هم اومد، اونم اونجا خوابش برده روی کاناپه اون طرف. بعد چند نفرم که دیگه امروز دارن از هتل میرن و دیدیم که 2 نفر اومدن پایین. ما نشستیم ببینیم چی میشه دیگه. امشب شب دومه داره زلزله میاد. همه چی داره میلرزه. دوباره مجبور شدیم از اتاق بریم. ساعت 4:10 است دیگه. همه اتفاقای بد افتاده اینجا. اینجا این آقا پیدا کرده که کجا چیز اومده، زلزله اومده. این زیر نوشته که 6.4 ریشتر زلزله اومده توی شهر سیدن ترکیه. تقریبا یه فکر میکنم 4-5 ساعت با اینجا فاصله داره، ولی خب خبر جدیدی دیگه در موردش نیومده، به خاطر اینکه خب همین الان اتفاق افتاده. مسعود کجا اومدی؟ خوبی؟ نه زیاد خوب نیستم. چی شدی؟ امروز صبح که
زلزله اومد. حالا یه زلزله هم خودم اومده، میخوره. مریضم. من همیشه مسافرت که میرم باید سرما بخورم، باید مریض. اصلا امکان نداره نشم، نمیدونم چرا. بعد یه تنها کاری که تونستیم بکنیم گفتیم بیایم هم وقتمون از دست دادیم لب آب بشینیم خورده. هم جاتون خالی آب میوه تازه همین حالا پرس کرده، آب انار گرفته، بعدش هم میخوام آب پرتقال بگیرم. یه خورده ویتامین بخورم خوب بشم، چون که روزای خوبی در انتظارمونه. نه تا صفا نداره، ببین چه خوشگله. این خانمش زیبا رفته برای من که مریض بودم از کنار دریا آب میوه گرفته و برده. من واقعا حالم بد شد. ببین 2 تا از اینا، یکیش آب انار، یکی دیگرش هم آب پرتقال. از دم دریا تا اینجا شاید تقریبا 600-700 متر راه، شاید هم بیشتر. این 2 تا رو گرفته دستش برای من آورده. زن نمونه. من چیکار کردم؟ قربون شما مردم. آره امیدوارم زود خوب شم، بریم بقیه ولاگامونم. دوستان عزیز، از مسافرت و ترکیه اومدن این لباس گلگلیش فقط بر تن دارم من. همچنان حالم بده، سحرم حالش بده و من رفتم تست کرونا گرفتم. این تست کرونا توی آلمان حدود 68 سنت، یعنی یه چیزی یورو هم نمیشه. اینجا خریدمش 10 یورو. من وسط ویدیو اومدم فقط اینو بهتون بگم که این تستایی که گرفتیم مال کشور روسیه بود. و زمانی که خریدم روش خوندم مال کشور روسیه بود، وارد ترکیه کرده بودن و تستا هم همش تقلبی بود، یعنی تو هر چی میگرفتی منفی نشون میداد. دلیلش نمیدونم، شاید یه کیت الکی بوده، یه چیزی بوده که فقط یه چیزی شبیه تست کرونا درست کرده بودن. 10 یورو هم میگرفتن و تو با هر مقدار از کرونایی که تو تست میدادی جوابت منفی در میمد، فقط روحیت خوب میموند وگرنه حالت خیلی خراب بود. گفتم اینم بگم که این منفی نشون میده ولی مثبت بود. بریم بقیه‌اش رو ببینیم. این دومین تسته که دارم میدم، یه دونه پیروز دادم، منفی بود به خاطر اینکه اگر کرونا دارم خودم قرنطینه بکنم، بقیه رو مریض نکنم و منفی بود. خب من تست رو 20 دقیقه صبر کردم و جوابش منفی در اومد. نمیدونم پیداست یا نه ولی فکر میکنم پیدا باشه. و خب خدا رو شکر کرونا نیست، سرماخوردگی شدیده که این برای من یه چیز عادیه. همیشه مسافرت که میرم سرما میخورم، شدید میخورم. این دفعه هم چون که توی اتاق و دربسته و فلان و اینا، سربانو هم مریض شد. میخواستم یه توصیه بکنم که تو زمستون سفر نریم، بارون میاد، خیس میشیم، میفتیم تو حوض نقاشی. الان آب گرفتگی اینجا وحشتناکه. من خواستم برم واسه اینکه من سرما خورده بودم، سحر از من مراقبت کرده بود، بعد سحر سرما خورده، رفتم براش قرص بگیرم، بعد بارون میاد، وحشتناک. تمام داروخونه هم تعطیل بود، مجبور شدم برم اون سر شهر قرص بگیرم. همه چی خیسه، تمام جونم خیسه. تازه رسیدم هتل، یه خورده الان بارون کمتر شده ولی تو این اوضاع به نظر من بهتره که مسافرت نریم، چون که خیس میشیم، مثلا سرما میخوریم. بریم برسیم به داده سحر بانو که دیروز پرستاری کرده مریض شده. حالا امروز نوبت منه که ازش پرستاری بکنم. خب امروز به علت بیماری ما هی داره این مراحل چیزمون کمتر میشه و من به نون و پنیر، البته که دروغ نگم این یارو هم هستش دیگه، یه ذره عسل و تخم مرغ هم هست. الان بهشون گفتم که چیز آوردن، آب پرتقال آوردن
بعد دیدم اینجا آب پرتقال طبیعی هم میگیره، یه نفر هست ولی اون جزء خدمات هتل نیستش، یعنی باید جداگونه پولش بدی. الان میخوام اونم بهش سفارش بدم برامون آب پرتقال طبیعی هم بیاره. ببینید اون اونجاست، این که داره چیز میکنه. ندید الان دید. آره خب اومدش با آب پرتقالش. Guten Morgen. Also, ja, Orangensaft können Sie jetzt pressen, oder? Kreditkarte, Bank bezahlen. Nee. Ich sage pressen. Können Sie jetzt? Ja. Okay, danke. Granate oder Orange? Orangensaft. Einen Moment, okay. بعد جالبیش اینه همه آدمای اینجا تو ترکیه تقریبا فکر کنم به غیر از اردوغان همه بلدن آلمانی حرف بزنن، فقط اردوغان و زنش بلد نیستن، وگرنه بقیه همه صحبت میکنن. ببینیم چه میکنه. بعد آبنار هم داره، اگر بخوایم میتونیم هم موقع آبنار هم سفارش بدیم، مثل کنار آب که رفته بودیم دیگه. این اینجا وصله بود. این هم آماده هاشه، ولی من گفتم که همین الان بگیره که یه خوردم فیلم بگیرم واسه شما ها. خب من اینو کوچیک قطعش میکنم، آماده که شد برگشت میگیرم. خب بعد از درنگی کوتاه برگشتیم و اولیش آماده شد. دانکشون. noch eins. Ja, danke. بعد قراره که این تستر بزرگ و مطرح جهانی این دو تا آب پرتقال با هم دیگه مقایسه بکنه، اینی که طبیعی بود و اینی که هتل بهمون میده. مزه‌اش چطوره؟ مثل اون پودرایی که کوچیک بودیم آماده است که تعاملی می‌کنه. آها شبیه پودراست. خب 100% اینه. اصلا آدم با زنجیده میشه. Mayonnaise? Yes, but Ketchup? nein. Käse? Cheese? No cheese, on the butter. خب اینم یه دونه ذرت مزخرف، یعنی به نظرم خیلی چیز چرتیه. این ذرت که ما تو ایران بهش میگیم ذرت مکزیکی گرفتم، خیلی جا خوردم و ناراحت شدم. توقعم مثل ایران بود 7-10 تا چیز قاطی میکنن با هم دیگه، اصلا این معجونی میشه، اونو بخوری سیر میشی. بعد این برداشت ذرت ریخت داخل یه ظرف دیگه، گفتم خب شروع شدم این چیزای دیگه رو میریزه روش، یه ذره کره زد بهش ریختش داخل این. بگو کچاپ میخوری باش؟ کچاپ مایونز نداری؟ گفت چرا مایونز هم مایونز زد بهش داد دستم. مایونز هم ریخت روش. آره مایونز هم همینجوری یه کپه اینجوری ریخت روش. ما خودمون از اونجا دیگه فلفل و یه ذره ادویه داشت زدیم بهش که یه ذره مزه بگیره.
حالا یه دونه فیلم دارم فکر کنم مال ایران رفتم ذرت گرفتم، اگه پیدا کردم اینو براتون میذارم، اون وقت نشونتون میدم ذرت خوردن و ذرت خریدن و اینا جریانش چیه. به خاطر همین خیلی تو ذوقم خورد. مزهش بد نیست، فقط به قول سحر خوب داغه. شیشه سیاه چی؟ کدومش؟ همین سرکه چیزی ذرت‌ها تو اینه؟ بله اینم ذرتاش. ایوه قبل نهار میچسبه. ای خالت بکنم فیلم میشه نابود اصلا نیست واقعا؟ یه قاشق بکنم خب چرا باید؟ از ذرت بدشون گازو که نمیگن، خود شیرازی هم گازو نمیگن، فلکه گاز میگم اده هاشون در میاد. مادر جون تو چی خوردیم؟ یه هم هستی یاد یه افتفا کل میزنه ها. زیتون با هسته یا بی هسته؟ هسته است. از دست شما در نکنه. عزیزای دل، امیدوارم که همیشه حال دلتون و حال بدنیتون خوب باشه، مسافرت میریم بهتون خوش گذشته باشه و خوش بگذره در آینده. و خب من همیشه خوبی‌ها و باحالی‌های مسافرت‌ها رو نشون داده بودم. گفتم بذار یه چیزایی هم که سانسور می‌کنیم، خود سانسوری می‌کنیم، میگیریم ویدیوشو ولی نشون نمیدیم، میگیم خب این خوب نیست، این فلان نیست. گفتم خالی از لطف نیست، اینا رو هم ببینید. این یکی از مسافرتایی بود که ما رفتیم و این بلاها سرمون اومد. من معمولا مسافرت میرم مریض زیاد میشم، نمیدونم چرا. مثلا همین به خاطر همین همیشه 2 هفته مسافرت برمی‌دارم. یه هفتهشو میذارم برای مریضیم، یه هفتهش هم میرم عشق و حال. یعنی تمام ویدیوهایی که شما تا حالا دیدین یه هفته از این چیزا این شکلی توش بوده، متاسفانه. امیدوارم که از این به بعد نباشه. آقا اگر که کار ما رو دوست دارین حمایتمون بکنید. من خواهش میکنم لایک بکنید، کامنت بذارید، من به تمام کامنتاتون جواب میدم. اگه سابسکرایب نفرمودین بفرمایین، زنگوله رو بزنین، ویدیو جدید میذاریم با خبر بشین. و اینو یادتون نره که مسعود شما رو خیلی دوست داره.